تقدیر و تشکر بشه بابت کریه گیم قبل. مای کیلا رو پایین گرفتی فیت شدی دیگه پدر سگ رو نگاه کنم. غیر از اینه میمیری غیر از بگی اینه ول پلید؟ میمیری؟ من میخوام داریوس میت بازی کنم. ابوالفضل باقری لاکس خیلی بهتره به کار میاد با ایت ایدیسی رو گاییدی. اگه محمد میخوای داریوس بری که من نه بابا داریوس داریوس تاپ برو من مالزهار برم. استانت مثلا نه خیلی بلد نیستم دور داریوس یارو میگیره تا بخوام برم ترپ بکارم. اینا هست. نمیرسم برم ترپ بکارم. خب چی بازی کنم؟ وای انبرنسا رو انبرنسا حاجی خیلی بولشته. یکی تو بازی ما بود یا رو جنگلش بازی میکرد تو تیم ما بود آخر بازی با آمبی 5 میزد. پسیو اولتش خیلی کسشیره. لول 16 که میشه نرسه که 30% از دمیجی که میزنی هیل میشی، تازه 30% هم آرمور پنتریشن بهت میده. خیلی بولشت میشه اصلا لیت گیم. این دیگه تو 50 بارم با کشیش لیت گیم 50 بار میکشته. پس بذار فرست استرایک بیام ببینم چجوریه. شورت هزار. اوه لیونا نه همون فلت یه اسپیدی بگیریم حداقل. رامپیج فوت فتیش فلت فوت ورک. دوتا سگی ببین. ای بابا ویکتور جلوی منه که باز. ویکتور محمد یعنی به صورت هفتگی ویکتور. آره به طور هفتگی. زید بازی کنم؟ نه رو اینا رو خواهی بزنی بازه میداره منو. مالزهار بزه بره مید بازی کنه اون. جینجا اوکس بازی میکنم این دست براتون. جینجا اوکس لتالیتی زد زد تاپ یعنی میخواد جنگل فکر کنم. این پیک مشخص میشه. زد تاپه که تهمکنچ میرم دیگه که دمیجم هم نمیکنم. نه زد تاپ نیست اون اولی زد تاپه. جنگله دادم. زد جنگله. دیفا یا زد تاپه یا زد جنگله. یه کدوم حالا جلو وولیویر گارن بهتره یا تهمکنچ؟ آره همون گارن تو بشه میگه تانک میشه. استانت خواست بکنه دبلیو میزنی میای بیرون. ای بریزه تو هم کیو میزنی سایلنس شه. زد میدله کی تاپه؟ وولیویر جانگل زده؟ یا این دوتا هم دیگه یا تاپ و جانگل هم دیگه. حالا معلوم نیست کدومشون جانگله. خب هیلا بلد آوردم لتالیتی بازی کنم. اسکرین داشتم عوضی ناموس دلقه. لحظه آخر پرستک گرفتم. پرس اتکش بابا خیلی خوبه. من یه بار با پرس اتکش تو چیز بازی کردم دیدم اینا خیلی میزنه. بازیم لود نشد چرا؟ مال منم لود نشد. یه بار ریکانکت کنی بیای درست. ذات آهانا زدن مال منم گیر که زد جنگل وولی تاپه. باقری لیونا بگیرتت من هیچ کاری از دستم بر نمیره. اینجا یه چیزی شبیه ولکاس ژراس اینا خوب از دور فقط میزدم اسپل. الان هم از دور اسپل میزنی فقط تو رنج لیونای اومد من یه ترپ زیر پات میکارم. دوان لیولای ولکوز و زراس راحت میتونست میس کنه سمیرا ولی یه لوکس ها نمیتونه. چرا میتونه؟ نه اگه بره زیر پاش بعد روشنش کنه میتونی بهتره کنی. اگه یارو یه ذره مغز داشته باشه با ایش میپره رو سی اس.
نیومده. کارو ویکتور ایرانی یا زده هم ایرانیه، همشون ایرانیه. با این لودینگه چرا با چیز نمیشه؟ منتظر تو ویکتور و این عرفان و مجید و صفحه سیاهه واسه من. همه ایرانی این هکتور فقط یه ایرانی میتونه اسمشو بذاره. هکتور. اصاف پرشیا و دونکیرو. صدای منو دارین؟ مال من وصل بله. نمیشه اصلا. صدا میه. آره ما هم یه مال ذره منم طول وصل کشید نشد، بعد یه اومد بالا. نه من وصل نشد، یه ریکانکت دادم وصل شد. دور ریکانکت داد ولی خب بازم وصل نشد. به من دوباره از استر بیا. پی ام بزن دیگه، اومدی تو بازی قد برونز ها، 4 تاشون برونز. داداش اینجا میزنه برونز. گیم قبلی هم رنگارا رو زده بود سیلور 3، ولی اینا اسمورف هم میان توی اکانت بازی میکنن. ایرانی هست. مگه میشه مثلا با این مچ میکینگ یارو مثلا امرالد و پلت و اینا تو بازی یارو مثلا سیلور بیاد با MMR سیلور با MMR بالا میاد اگه بیاد. سرور کسی نباشه نه، به احتمال زیاد 4-5 دست قبلشون رو بردن دیگه. وقتی آره MMRشون خوبه. VPN رو وصل کنم دیگه به نظر ما. دارم وقتش. با هم رفیقن ولی 3 تاشون امروز هرچی بازی کردن باختن. حتی آرام بازی کردن. VPN هم وصل نمیشه. ریپورت چیز بچه سریع بازی رو FF کنید محمد بنشه. وولیبیر 18 تا بازی کرده تو 30 روز گذشته، 5 تاشو برده. ولی الان لئونا 3 تا بازی کرده تو 30 روز گذشته، 3 تاشو برده. سمیر هم 14 تا بازی کرده، 6 تاشو برده. اون الان 31 بازی کرده، 17 تاشو برده. فقط زده است که 177 تا بازی کرده، 85 تاشو برده. من 59 تا بازی کردم، 32 تا. کپس 18 تا بازی کرده، 10 تا وین. محمد نیو 41 بازی کرده، 21 وین. محمد نیو نه اون محمد پشمالو بود. محمد نیو 32 تا بازی کرده، 17 تا وین. علیرضا 27 تا 17 تا وین. علیرضا درصدش بالاتر از همه است. بیا دیگه رفتیم تو نه مسعود بالاتر. نمیذاره بیام. بریم. با VPN هم زدم نمیاد. FF میکنیم کامل ببند دوباره از اول بیا. FF کنیم ریپورت کار دیگه. FF میکنیم که ریپورت شه دیگه. ای به آمدم. یارم بیا گفتم بیا. جلو من کیه؟ انتظار کردم من میرم بیس. جواب گذاشتن. آره بیا تاب جنگل می بور. از بلو شروع کنیم مسعود. آره فیلیپس کالج تو میگم 202 چرا؟ یعنی الکترون روشم. ولی پروفسور به عنوان چیت استفاده کنید، روش بزنید کولدانشو بهتون میگه اگه دارید اسپلاشونو. روی چی ها؟ بغل اسپلاشون که میاد روش کلیک کنید بهت میگه اصلا چقدر دیگه فلشش یا مثلا تیپیش تو میشه. به عنوان چیت میشه استفاده کرد. نه اتوماتیک اینجا وایستاده بود هر اونجا 2 تا به من. اتوماتیک فعال نمیشه. بعد دستی اتوماتیک بزنید. فعال نمیشه. مثلا وقتی فلش میکنه همون موقع باید فلش رو تو هم بزنی. آره مثلا زده بزن. گیر دادم روز دیگه گیر خورد یارو. ایشه شاید جلو بازی کنم.
نظرتون ارلی گیم زده اوپی تره یا من؟ زد. تا فلش گرفتیم عالی. بیام تو گوش سیاست گاییدن منو. دش نداره شورتش نمیشه در آورد قشنگ الان. جفتشون فلش دادن؟ آره جفتشون فلش. سر دوره. آی شit. بابا هر کی میشینه ما رو داره تک میکنه. خب این چه گوهیه این بازی؟ مرتضی او یه ایکیو میزنه من میمیرم. مرتضی کم کم داره متوجه میشه مشکل از چمپ نیست. بله. ای پی دیگه این تخم سگ رفته اینو بس. شورتزا فلش داره؟ نه فلش زد؟ زد اینجاست محمد من الان دایو دارم میشم. هر دست دارم با گارن دایو میشم. به خدا نمیفهم. مرتضی ماتریکسه به نظرم. مانا ندارم. زد اومد. آها یواش برزو. کشتم فکرم. کشتم فکر وای مانا ندارم پسر. بریم مانا داشتیم از جفتشونو میزد. چقدر باید بی‌ناموس باشی بوم پلیت ببندی با ویکتور بیای تو بازی. ببین فلش ندارم یا کنونش نپارم. من جای جنگ نمیتونم بکنم که حتی هفتگی تازه بیس اومده. ویکتور یک بزن بیا سمت پایین سمت درک. من نیستن که بیام پس درکو بیایید. اگه هستن بیام اونا رو بیام بعد درکو بیام. میدلینه ایرانیه آقا عرفانه که تو همه شو میدن همه تو ایرانی. اون مجید عرفانه. من مینا ندارم حاجی. چقدر اومد رود بیا رو میگه لیونا نیست ها. وارده منو نگاه کنم بیا نکردم. گگولا وایسادم اول اومدم میزنم. همه ما میان ما هم داریم. میزنه دریکو. بیاید دیگه صدا این میه. برا بکس. آه این با خودیم. ما درگیریم با اینا. درکو نمیتونه بزنه. اما درک داره اتکش میده. برو دنبالش. نمیتونه بزنه. درک میام درک اینو بگیر. منو داره میزنه. نگاه کن دریکو نگاه کن. چرا کشت حاجی. آها دریک اومده بود اینجا داشت منو میزد. داشت درک اینجا دنبال من کرده بود. ندیدی فلاش کم مونده بود بکنه دریک فقط. به نظرت محمد بین دریک و مینیونا کدوم قوی ترن؟ مینیونا. به نظر من هم مینیونا. اونا بارون هم قوی ترن. برای عرفانه چی نوشتن؟ تکس دید فاحشه دیگه بودی یا فیلم؟ موری من دارم میام تو. مسعود بیشتر تاپ برو. این پایینی ها رو تقریبا ما یه ذره تاپ یه ذره چیزه. من نمیتونم. گولی قویه بزنه. یا گرفتش. من آبجکت محور بازی میکنم. بابا اصلا دمیج نخورد. ویکتور هم اومد سمتتون. زدم هست قرار من. حالا مرتضی ناکام.
مرتضی ناکام. بیار نمورد آخرش. گاییده شدیم 3 دست اصلا جانگل نداریم. بله خدا وکیلی 3 دست همیشه جانگلشون 10 دفعه اومده تا من تا حالا 2 دست قبلی یه بارم جانگل نیومده کمک. ولتت اونجا ریدی دیگه، ولیه باید میمرد در میرفت. با چیش خیلی پر شد یهو، من نمیدونم چرا نخورد. ترکو زدی؟ آره گرفتم. دارن عقب بازی میکنن ها. گنگ میشید ای جلو بازی کنید. داره اینو میزنه زد. بزنه من دارم. من تازه 6 شدم. بورت اینها رو در آوردی من باقری. محمد تاپ ولش کن، من تاپ سایدو کلیر میکنم میرم تاپ. مراقب باش دیگه اون از همه جفت 6 دارن. چطور نیست؟ پایین نیست. راست دیگه نیستش. احتمالا محمد سهر زده این 4 خورده داره میره محمد. حالا همه تیپی میکنم با این. باقری عالی، هماهنگی بعد لالیگا بود خودش. لالیگا 8 ماه یا روزی چجوری مو آها بزن خوب کسی رو میزنی زد. بزن درسته همونه. ویکتور کو آره مولی که عقبه هیچکی نیست که من کجا برم. جلو شورت زابیا اون سی هم زده اصلا. حالا محسود اسمارت بازی میکنه ولی یارو در میره. بره دیگه نرو زیر تاور. ولی استارت نیست دوباره. ایگنایتش کردی؟ نرسید بس. پیج رندوم محمد به دست میشه. بله پیج رندوم دست محمده. نمیدونم چرا نتونستم ایگنایت کنم. دیگه خیلی پایین وایسادید الان زد بیاد. محمد لگه داره میاد. زدم. اینجا من میرم سفارش کنم. بد اینجاست. 200 تا گلد بخوام. حالا محمد با اتک دست میخواد یارو رو بکشه. دیگه شورت هزار بولشت بگی ریپورتت میکنه. بابا بدون اول داره اتک تو اتک منو میزنه با 2 تا آیتم ماجیک من 2 تا آیتم تان. ایپی اومده دیگه. الان اومدم 6 رو گرفتیم فلشش هم گرفتیم. یارو هیچی شما نداره. بوت بازم چی وایس هستی؟ اتک تو اتک شما بوت مرکولی ببند با تیکه اول اون یارو که 12 تا استک میگیره ماجیک ریسیس بپریزه. مرغاف نیچر رو میگه. آخ نه چرا آره تیکه اولشو ببند. تو وایسا که اول شوندی دیگه از هیچ دمیج نمیخوری. دبلیوش پارت میکنه. دیدم من اینشون اینوری دادم. ویکتوره جلو نمیاد کلا نه؟ دیدم. بابا ترسو بیا محمد نمیخواد بیا خدا میزنیمش. ویکتور رو دارم میزنم نمیتونستم بیام. محمد انگار که نره انگار فلش کردیم. دعاجی کردم ولتشو اوه خودم بگیر. بولی بیرد میرسم با سرعت نمیرسه. محمد بیا کون مگه پدستر. برو هستم برو روش رو هستم من اسپیم کمه. بازم بهش کمه من مرتضی اینجا وایسی. باقری محمد حواست به من باشه الان زد میاد.
بابا اینجا کاش اینجا وای میسادیم اینا رو میگرفت. زد رفت می نایس. محمد زدم میزنیم. زدم با همین فرمو. اوه تیپی شد. زدم نمیزنیم خدا نگهدار. حافظ ای داغ برگلش. او اینا دیگه فشاری شدن آجی. چرا اینو میزنه زده؟ بزنه من میام دریک. بچهای پایین دریک فست. آجی اینا فشاری شدن بنده خدا. چرا؟ پایین آماراشون رو نگاه کن. چیز دارم میگم. بزن ریدم زدو. کی دیگه تیپی کرد؟ یا بلفست. وولی بیرده. ویکتورم داره میاد. من یه اولد فقط میتونم کمکتون کنم. من بودو رو میزنم اگه کسی میاد کمک کنم. اینو میتونم استیل کنم. نایس استیل کرد. آی بابا اولت این سگ رو نگاه کن. اسپید من بیشتر اولتش. وای وای ترسیدم. آجی من یه لحظه پشمام ریخت. به قرآن اولت ویکتور رو میندازه زمین راه نمیره. این یارو اولت کرده اسپیدش از اسپید من بیشتر. من چه تلاشی میکنم برای زدن دریک الان میرسم. اصلا این یه تیک محمد جامپ کرد. اولت ویکتور هم باش جامپ کرد. مسعود فرق. خب مید برو پایین دیگه. کی بره پایین؟ برو پایین دیگه. ما تاور زدیم. اون دوتا هم یکیشون 0-6 یکیشون 0-3. حالا دیگه منو در بیارن پایین. آها وای اولت ندارم من خیلی دورم. محمد و شورتش رو در آوردم. شورتش رو وای اینا کیه؟ گام شو بابا. اسکلت درش. بود برگرد. کالی بازی کردیم. کجا داری میری ششمال؟ کجا میخوایی بری؟ این نفره تو گوش چرا؟ پریدن سر من. سگو نمیبری. میایید هرالد بگیریم؟ بزن اون شده استارت کن. نه بولیور اونجا بود. داشتم میزدم اومد. به صورت هفتگی. دوستان کمک کنید یه مددی بدید. بارکالله. رولد رو بگیریم. مددی بچه ها. من میرم بیت. آقای شورتزا بیا. خیلی کمکم کردید. من بیام کمک تو تازه. من یه گنگ فوق‌العاده دارم. معمولا جانگل کمک لاینا میکنه. ما والا بیشتر کمک جانگل میکنه. من تاپ آخه گنگی نیست. یعنی اسکیله خودش. حالا میبینم. حالا دست بعدی محمد میره تاپ لین میبینم که چقدر میری. من اسمایتمو نزدم. آبجکت اومد یارو گرفت. اسمایتمو نزدم چرا ریدم. سی ریپورت هم کنیم میتونید. سی ریپورت مرسی. من یه 300 تا گلد دیگه میخوام. تو رو بیا. کالکتور به صورت کالکتور. اوه من شیل ندارم. نمیخوام. اینه ما فوق‌العاده بود. آیتم دوم دیگه این دفعه سرزب اینفینیتی بستم. این بدبخت شورت پاشون نیست. بیاین هرالد انداختن ها دوستان. ما بپر یه دمیج بده. یه کاری بکن. یه کاری کن که میتونی. من که نمیمیرم. اونو رفت زیر تاور. عالی عالی. تخم سگا میخوام چیز منو بگیرم. چیه؟ شارکدانه تو رو. شارکدانه میخوام. بریم تاپ شورت تاپیرم دراریم یه باره. منوار کردی رو.
مرتضی دیدی تک به تک چجوری زدمش؟ یاد بگیر. رفتیم هم پایین پوش میکردیم باقری چیکار کنیم؟ بریم تو جنگل خف کنیم زده رو بیا خیلی گوه خورد. بیا سر بلوش بسا باقری بیا سر بلوش یه لحظه ولش کنه نمیخواد چت کنیم. بیا آمد اونا اینجا Your team has destroyed a turret. این ما فوق‌العاده بود. ای دبلیوم لود نشد. بالا یارو زدیم زد دو تا بگ میزنم 2 دقیقه دیگه بریک من 28 6 بازی 6 تا هم 3 تاش مرتضی 3 تاش بقیه تیمه. ریپورت مرتضی تک به 2 تو لاینا وای میسن بعد تازه میگه ریپورت میکنه. یه بار گنگ نداره یوزلس. مرتضی یه بار رو دادم دیگه این دومین بار بود. یه رفت سر رد دوبارم منو زده بعد اومدی که یس کردی برای که یس اومدی. بابا اینجا نه برای تک به تک من. زدمش یزید تو اصلا نزدیکش هم نبودی فول اچ پی بود. خب میگم که اومدی برای کیل گرفتن برای کمک من که نیومدی. ای بگیرش نه نفر چرا انقدر زیاده؟ این تو جنگل ما بوده چی انگار چیزی من دیدم تو جنگل ما. اینجا بود زده به تو چوست داره بولیویا رو اونم داره داره میاد میاد بود بیارم هست این ما فوق‌العاده بود همه چی رو کساده زده بود. بیا زد بیا اینجا وارد دارن یه لنزی چیزی داری ایجاب نایت بس بچه کجان من دارم پوش میکنم An enemy has اون برن لئونارد اینجاست. نشور تایمه. بریم نشو آره جنگلشو مرده بریم بیایید موو کنید. بریم میده بزنیم یه میده بزنیم جنگلم نداره این هیو هم بگیرید بیایید سمت نش. یعنی یه دونه چیز میتونیم اینجا یه کمپ خرگوشی این تا اینجا میتونیم بریم آقا استارت کنم یا نه میاید یا نه؟ اونا جنگلشون اومد دیگه 5 شد. زنیم یه بیا بلو ما میدش یه بلو. نه نه بزن، بلو بزن، نگیریم من اینجا نگهشون می‌دارم. آرش کنیدش حالا بریم. آ میپره من کیو میزنم بعد وقتی هیچ کاری نمیتونه بکنه. نشور دوستان که علاقه دارم به نشور ما رو همراهی کنم. فقط باید کمک مسعود باشیم من ساپورت مردم. مسعود بریم. سوال کردم من مردم گیرنده کردم. ایرانی جماعت رو میبینی؟ اونا این کارو با ما کردن خب بریم نهار رو بیام من نهار نخوردم شروع شد. بازی ها شروع شد. همه نهار خوردن. من ویکتور نخوردم. AFK کرده بود. کارش قاعده شده بود داد دیگه آره. با پایین تو ندیدی ما چه دهنی از فیدبکمون اومد واسه ریپورت اونا که 5 تایی ریپورت دادیم گارنرا. من میام یه آرام برید من میه همه بریم یه 10 دقیقه دیگه بیایم دیگه. 10 دقیقه دیگه بیاین باز نیم زنگ بزنیم بهتون. ببین الان 4 من 4 و 20 دقیقه اومدم بعد دقیقه دستگو نگاه نمیایم، کن. ولی خب